از جنگل‌های سرسبز و شاداب در جنوب، از میان کوهستان‌ها و یخچال‌های طبیعی در طول خط ساحلی از هم گسیخته نروژ تا جزایر قطبی سوالبارد و دریای بارنتس. این شمالی ترین قسمت اروپا است. بقا در اینجا فقط کار متخصصانی است که رمز و راز این کار را دریافتند. اما موجودات وحشی اسکاندیناوی خجول و منزوی هستند و پیدا کردنشان کار دشواری است. قرنها شکار و ماهیگیری تمامی اعتماد آنها را به انسانها از بین برده و نزدیک شدن به آنها تقریبا غیر ممکن است. اما برای نخستین بار ما اسرار زندگی این موجودات شمال وحشی را آشکار می‌کنیم. تصویربرداران با تجربه آرنه نورا و تورگیر بکلانده چندین سال از حیات وحش ناشناخته اسکاندیناوی تصویربرداری کردند. این کار مستلزم فناوری جدید و شکیبایی بی‌نهایتی بوده است. شمال وحشی. اسکاندیناوی پوشیده از کوهستان‌های متعدد و جنگل‌های وسیع است. جنگل در اعماق جنگل موجودات اسرارآمیزی زندگی می‌کنند. غول‌ها و هیولاهای اسکاندیناوی که با اساطیر فرهنگ شمالی درآمیختند به یاد ما می‌اندازند که ما هم زمانی در زندگی جنگلی با حیوانات عظیم و جثه‌ای مثل خرس، گوزن شمالی و متمایزترین پرنده اسکاندیناوی با قرقره یا پرنده چرخنده شریک بوده ایم. طی قرنها انسان این حیوانات را شکار کرده و در اکثر پارک‌های ملی شکار هنوز هم مجاز است. به همین دلیل حیوانات وحشی بسیار منزوی هستند و نزدیک شدن به آنها دشوار است. حتی به نحوی که ما برای نخستین بار خواهیم دید که یک خانواده خرس خواب زمستانی خود را ترک می‌کنند و با قرقره را می‌بینیم. پرنده چرخنده‌ای که ما درگیر نبردهای بی‌باکانه آنها درباره جفتگیری می‌شویم. نبردی که حتی نمی‌توانید پایانش را متصور شوید. با فرارسیدن بهار یخ‌ها می‌شکنند و رودخانه‌ها جاری می‌شوند. نزدیکی‌های غروب گوزن‌های شمالی به کنار رودخانه می‌آیند. یک گوزن ماده و فرزندانش. او پس از جفتگیریش در پاییز دوباره باردار شده است و قصد دارد به محل مخصوص زایمانشان باز گردد. این انگیزه به قدری قوی است که رودخانه خروشان هم نمی‌تواند او را از این کار باز دارد. او تردیدی برای گذشتن از رودخانه به خود راه نمی‌دهد. این اقدامی به غایت خطرناک است. ممکن است پایش در میان صخره‌های بستر رودخانه گیر کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، جریان آب به قدری شدید است که او قادر نخواهد بود خود را خلاص کند. سایر اعضای گله مردد هستند. اما سرانجام راه می‌افتند. بچه گوزن به زحمت افتاده. او قادر نیست در برابر جریان شدید آب مقاومت کند و در جهت مخالف جریان آب به حرکت ادامه دهد. مادر هم در تلاش و تقلاست و برای کمک به فرزندش باز نمی‌گردد. بچه گوزن از مادرش جدا می‌افتد.
مادر می‌خواهد به محل امن آن طرف رودخانه برسد و دیگر به بچه‌اش که در حال تقلا و دست و پا زدن است نمی‌اندیشد. او به زودی دوباره زایمان می‌کند و به هر حال وقت آن رسیده که از بچه بزرگترش صرف نظر کند. اکنون بچه گوزن به ناچار باید از خودش مراقبت کند. او به کناره رودخانه، همان جایی که قدم در آب گذاشته بود، باز می‌گردد. بچه گوزن اکنون از مادرش و گله جدا شده و تنها و سرگردان مانده است. برای او این زندگی منفرد بدون هیچ گونه محافظی آمیخته با خطر است. گروه گرگ‌ها یکی از این خطرات هستند. رد پاهای تازه‌ای که در برف‌ها مشاهده می‌شود گویای آن است که یک خرس هم در منطقه است. این بچه گوزن جان سالم به در نبرد. 2 روز بعد از او چیز زیادی باقی نمانده بود و گوشتش دیگران را بهره‌مند کرده است. کلاغ، عقاب و روباه برای دستیابی به سهمی از پسمانده‌های او با هم رقابت می‌کنند. اما چه کسی گوزن را کشته؟ حالا که عقاب از راه رسیده، روباه مطمئن نیست به لاشه نزدیک شود یا نه. چنین به نظر می رسد که عقاب و کلاغ‌ها بقایای لاشه او را میان خود تقسیم خواهند کرد. اما بعد یک خرس نر بزرگ. او بچه گوزن را کشته و این غذا به او تعلق دارد. روباه عاقلانه فاصله خود را حفظ می کند. خرس‌های این منطقه بسیار عجیب و منزوی هستند. خرس‌های اسکاندیناوی اگر بوی انسان به مشامشان برسد بیدرنگ فرار می کنند. خرس مایل نیست لاشه را در فضای باز بخورد. چیز زیادی از گوزن باقی نمانده، بنابراین خرس میتواند آن را با خیال راحت به درون جنگل بکشاند. خرس نر بزرگترین جانور شکارچی اسکاندیناوی است و وزنش ممکن است به 400 کیلو برسد.
حتی فقط صدای فعالیت انسان هم او را می‌ترساند و فراری می‌دهد. تصویربرداران چند هفته است این زمین مرتفع و تپه‌ای را به دقت زیر نظر گرفتند. اینجا ممکن است چیزی را در خود پنهان کرده باشد که قلب آنها را به تپش بیاندازد. در اوایل بهار حفره‌ای بزرگ و تاریک در زیر یکی از تپه‌های کوچک در برف ایجاد شده و برف‌های آن آب شده است. اینجا ممکن است لانه خرس باشد، اما آیا کسی در این لانه هست؟ تصویربرداران یک دوربین هدایت از راه دور نصب کردند و یک چادر هم زدند تا بتوانند در فاصله مطلوب از لانه تصویر برداری کنند. آنها صبر می کنند و صبر می کنند. یک روز صبح یک سر کوچک از درون لانه به بیرون نگاه می کند، اما جثه‌اش بزرگ است. باید 1 ساله باشد. تا کنون هیچ کس نتوانسته در اسکاندیناوی از لانه یک خرس با فاصله‌ای به این نزدیکی تصویر بگیرد. این توله خرس احتمالاً از خواب زمستانی خسته شده است. یک توله خرس دیگر. و حالا مادرشان هم پدیدار می شود. و توله خرس شماره 3. 4 خرس تمام طول زمستان را در محیط بسته لانه اسیر بودند و اکنون کل خانواده خرس‌ها در زیر نور خورشید بهاری بیرون از لانه به سر میبرند. آنها به سرعت خستگی خود را به در می‌کنند و شروع به بالا رفتن از درخت می‌نمایند و به تمرین و کشف محیط پیرامون خود می‌پردازند. مادر پیوسته هوشیار و مراقب است. او در حال دیدبانی است و هوا را بو می‌کشد تا ببیند آیا انسانی یا خرس نری در این نزدیکی هست یا خیر. خرس‌های نر توله خرس‌ها را می‌کشند تا باعث بشوند خرس ماده زودتر تمایل به رابطه پیدا کند. اما این حالت معمولاً پس از نخستین سال تولد توله‌ها برای خرس مادر پیش می‌آید. همه آنها پس از گذشت 6 ماه که بدون آب و غذا زیر برف مانده بودند به شدت ضعیف و لاغر شدند، اما کاملا شاداب و سرحالند. بالا رفتن از درخت یک بازی بچگانه است. آنها 1-2 هفته در اطراف لانه میمانند و بعد راهی جنگل میشوند. توله خرس‌ها به عنوان خرس‌های مستقل با نخستین تابستان زندگی خود روبرو می‌شوند. به محض اینکه توله خرس‌ها به راه خود می‌روند، مادر دوباره تمایل به تولید مثل پیدا می‌کند و دوره بارداری جدیدی آغاز می‌شود. با فرارسیدن بهار، پرندگان وحشی باز می‌گردند.
پرندگان چشم طلایی مشغول هستند. نرها در تلاش برای جلب توجه و تحت تأثیر قرار دادن ماده‌ها تقریباً گردن خود را می‌شکنند. رقابت همچنان به صورت خودنمایی ادامه دارد تا اینکه یکی کنار بکشد. همانطور که از اسمش پیداست، شاهین ماهی یا عقاب دریایی بیش از پرندگان به ماهی‌ها علاقه‌مند است. بنابراین باعث هشدار به سایر پرندگانی نمی شود که در نزدیکی او پرواز می‌کنند. پنجه‌های تیز عقاب مانندش یک اردک ماهی را گرفتند. درناها زمستان را در اسپانیا یا آفریقا سپری کردند. آنها همه چیز خوار هستند. حشرات و جانوران کوچک را می‌خورند، اما عمدتاً از گیاهان و البته از کرنبری که نوعی توت است تغذیه می‌کنند. اکنون بعد از سفر طولانی خود به شمال بسیار گرسنه هستند. اردک به گنجینه غذای درناها علاقه زیادی دارد. اوضاع آرام به نظر می رسد، اما زندگی اردک در خطر است. توجه یک باز به اردک جلب شده است. جنگل با آواز مخصوص و رقص آیینی با غرغره سیاه بیدار می شود. رقابت با یک پرنده دیگر به اوج می رسد. این سر عجیب و غریب به پسر عموی با غرغره سیاه تعلق دارد. بزرگترین مرغ با غرغره یا آنطور که در اسکاندیناوی معروف است پرنده چرخنده. نام او رمز و راز جنگل‌های اسکاندیناوی را برملا می‌کند. این پرنده معمولاً ساکت است، اما در فصل زادآوری در ماه آوریل صدای مشخص و تأثیرگذارش را صبح‌های زود می‌توان شنید. مرغ‌های چرخنده هم مثل خروس‌های چرخنده برای در امان ماندن از گزند حیوانات وحشی و شکارچی شب را بالای درخت می‌گذرانند. رفتار خروس به گونه‌ای است که مرغ‌ها را وسوسه می‌کند از درخت پایین بیایند. با غرغره نر علاوه بر صداهای اسرارآمیزش این پرش‌های مخصوص را هم انجام می‌دهد. مرغ‌ها به طرف خروسی جلب می‌شوند که بهترین تأثیر را روی آنها بگذارد.
آنها آهسته آهسته پدیدار می شوند. این خروس روی یک تپه کوچک محدوده جالبی درست کرده. او پادشاه این قصر است. وقتی نزدیک می شود، مرغان همه دور او جمع می شوند. این کار آنها نشانه آن است که او می تواند اگر بخواهد با آنها جفت شود. اما اگر خیلی از خود راضی باشد صبر می کند، چون جمع شدن مرغان مرغهای بیشتری را به سوی تجمع آنها می کشاند. آواز او در ضمن این هشدار را هم به سایر خروس‌ها می دهد که فاصله خود را با آنها حفظ کنند. در اسکاندیناوی صدایی که او بعد از تلق تلق کردن تولید می کند به چاقو تیز کنی معروف است، چون تا حدودی شبیه صدای چاقو روی سنگ چاقو تیز کنی است. اما حتی پادشاه هم دشمنانی دارد، دشمنانی قدرتمند. یک عقاب طلایی به راحتی در آن نزدیکی فرود می آید. او دشمن خونی با قرقره است. عقاب فقط می تواند به طور ناگهانی یک با قرقره را شکار کند. اما این بار مرغ‌ها او را از خطر آگاه کردند، بنابراین عقاب از شکار منصرف می شود. البته خروس‌های زیادی هستند که می‌خواهند به حریم او ورود کنند. پادشاه قصر چون این چیزی را تحمل نمی‌کند. آنها را باید از حریم خود بیرون بیاندازد. از قصر من بیرون بروید. البته این کار همیشه آسان نیست. باید تلاش کند که طرف مقابل را بترساند. او بیباکانه پرهای گردنش را پف می کند و به طرف دشمن حمله ور شده صداهای ترسناکی از خود در می آورد. خروس دیگر هم درست به اندازه او جسور است و او هم صداهای ترسناکی در می آورد. وقتی این روش شکست می‌خورد، آنها پرهای گردنشان را می‌خوابانند و شروع به نوک زدن به یکدیگر می‌کنند. واقعاً می‌توانند سر همدیگر را ببرند. بنابراین بهتر است مواظب باشند. اگر نتوانند یک نوک حسابی به حریف بزنند، می‌توانند یک سیلی محکم به او بزنند. واقعاً برخورد خشنی است و آنها ممکن است به راحتی یکدیگر را بکشند. اما ظاهراً دشمن بیرونی خطرناکتر از دشمن داخلی است. یک عکاس غیر حرفه‌ای از یک صحنه خارق العاده عکس و تصاویر گرفته. دشمن مرگافرین حمله می کند. دو خروس با قرقره فقط حواسشان به یکدیگر بوده. عقاب طلایی پنجه‌های تیزش را در بدن حریف فرو می کند که باعث مرگ او می شود. البته نه خیلی سریع. آیا با قرقره نر نمی تواند تشخیص بدهد که این رقیبش نیست بلکه یک عقاب است؟ آیا او نابیناست؟
عقاب طلایی در جنگ پیروز شده و حالا او باید زندگی خود را نجات بدهد و بگریزد. اما واقعاً با غرغره شجاعی است. میزان هورمون‌هایش زیاد است و سرشار از روحیه جنگاوری. عقاب ضمن این که محکم به طعمه‌اش چنگ انداخته، به بهترین نحوی که میتواند واکنش نشان میدهد. اما 2 با غرغره بیشتر از آن است که یک عقاب بتواند بخورد. بنابراین مقداری از طعمه‌هایش باقی میماند. شجاعت و بیباکی برای با غرغره گزینه نیست، اما البته غریزه با عقل سلیم فرق دارد. عقاب طلایی برای خودش خانه‌ای دارد، خانه‌ای بزرگ که جوجه‌ای آن را تکمیل می‌کند. لانه به تنهایی حدود 700 کیلو وزن دارد. این لانه‌ها معمولاً روی یک طرف صخره یا بالای یک درخت بسیار بزرگ قرار دارند تا از گزند شکارچیان در امان باشند. عقاب‌ها که یک عمر با هم زندگی می‌کنند همیشه چند لانه دارند تا از میان آنها یکی را انتخاب کنند. عقاب ماده به دوردست‌ها نگاه می‌کند. جوجه‌اش سالم به نظر می‌رسد. عقاب طلایی معمولاً دست کم 2 تخم به فاصله 3 تا 5 روز می‌گذارد. جوجه عقاب کوچکتر غالباً به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد، به نحوی که ظرف چند هفته می‌میرد. برای عقاب طلایی این مسئله استثنا نیست، بلکه یک قاعده است. جوجه عقاب دوم صرفاً یک نوع ذخیره محسوب می‌شود تا در صورتی که مشکلی برای جوجه بزرگتر پیش بیاید، بچه‌ای وجود داشته باشد. الان جوجه عقاب گرسنه است و برای غذا گریه‌وزاری به راه انداخته. عقاب ماده بچه‌ها را متعلق به خودش می‌داند و همان آهوزاری را تکرار می‌کند تا عقاب نر را تشویق به شکار نماید. البته هر دو پرنده برای تهیه غذا به یکدیگر کمک می‌کنند. عقاب نر طعمه‌ای را که شکار کرده به عقاب ماده می‌دهد. جوجه عقاب بلافاصله غذایش را محافظت می‌کند. او بالهایش را پهن می‌کند تا روی غذا را بپوشاند، در حالی که این غذایی است که مادرش به او داده. آیا دوباره گرسنه شده؟ برای راضی نگه داشتن جوجه عقاب باید روزی 3 بار به او غذا بدهند. طعمه‌های بزرگ در این زمینه می توانند مؤثر واقع شوند. به عنوان مثال طول روباه‌ها. آنها برای عقاب‌های طلایی که می توانند تا حدود 5 کیلو وزن را بلند کنند، طعمه‌های سهل الوصولی هستند. شاید لازم باشد طول روباه‌ها هر چند وقت یک بار به بالای سر خودشان نگاه کنند.
البته عقاب طلایی فعلا مشغول است. در منتها علیه شمال ما درست در وسط تابستان قطبی اسکاندیناوی هستیم. خورشید غروب نمی کند و گیاهان و جانوران به شدت مشغول فعالیتند تا از تابستان کوتاه بیشترین بهره را ببرند. جوجه های قوهای بزرگ قطب شمال از تخم بیرون آمدند و 24 ساعته در فعالیتند. والدین هم از جوجه های کوچک خود که مشغول کشف دنیای اطرافشان هستند مراقبت می کنند. عقاب دریایی همیشه لانه‌اش را بر فراز یک درخت بلند می سازد. وقتی عقاب‌های بالغ به ماهیگیری می‌روند، جوجه عقاب‌ها برخاستن و فرود آمدن را تمرین می‌کنند. و واقعاً این کار را خیلی خوب انجام می‌دهند. تمرینات آنها را گرسنه می‌کند. یکی از بزرگسالان به ندای آنها پاسخ می‌دهد و بزرگسالان با دو جوجه‌ای که دارند پیوسته مشغول هستند. مشتاق‌ترین جوجه اولین لقمه را می‌گیرد. اما جوجه دیگر هم مقداری از آن را می‌خواهد و وقتی مادرش پرواز می‌کند تا غذای بیشتری بیاورد به طعمه چنگ می‌اندازد. همانطور که همیشه در حیات وحش متداول است، قوی‌ترین یا گرسنه‌ترین آن روز برنده می شود. در جنگل پرنده کوچکی زندگی می کند که کاملا به آب روان وابسته است. سار. این پرنده کمی کوچکتر از سار معمولی است. او آب روان را ترجیح می دهد و یک آبشار کوچک برایش کاملا مطلوب است. غذایش را از انتهای آبشار می گیرد. در اینجا لارو حشراتی را که رگبالان نامیده می شوند شکار می کند. اول تصور می کردیم که سار روی کف رودخانه راه می رود. اما در واقع او درون آب پرواز می کند. آن یک لارو بود. اما برای تعداد بیشتری از آنها هم جا دارد.
لانه‌اش همیشه جایی دور از دسترس است. سار باید از میان آبشار پرواز کند تا به لانه‌اش برسد و در ضمن لازم است که اندکی جسور باشد. چون این لانه‌ای در واقع قلعه‌ای دست نیافتنی برای شکارچیان است. سار وقت زیادی را صرف جوجه هایش نمی کند. حدود 2 هفته روی تخم هایش می خوابد و وقتی جوجه هایش تقریباً 20 روزه می شوند لانه را ترک می کنند. آنها نوک خود را امتحان می کنند. سار چند روز دیگر هم به جوجه هایش غذا می دهد. وقتی جوجه ها منتظر غذا هستند چنان چنباتمه میزنند و قوز میکنند که مختص این گونه از پرندگان است و هیچ تردیدی باقی نمیگذارد که آنها جوجه های سار هستند. بالای یک درخت کاج لانه بزرگی است که در آن 3 جوجه گرسنه وجود دارند. این یکی از لانه های قوش است. قوش نر یک پرنده کوچک شکار کرده و با عجله تکه‌ای از آن را می‌کند تا قبل از اینکه پرنده بزرگتر از راه برسد آن را بخورد. پرنده ماده همان کسی است که به جوجه ها غذا می‌دهد و آن را تقسیم می‌کند. تنها کاری که پرنده نر انجام می‌دهد تماشا کردن است. کار او شکار طعمه است. اکثر پرنده های شکاری بزرگ بیشتر از یک لانه دارند، اما فقط از آن لانه استفاده می کنند که به نظرشان از همه جا امن‌تر است. بعد از چنین غذایی باید چرتی زد. جغد بزرگ خاکستری و بسیار زیبا فقط در سالهایی لانه می سازد که زاد و ولد موشها زیاد باشد. کف جنگل پر از این موش هاست، اما جغد تا کنون فقط یکی گرفته است. او خودش لانه نمی سازد، بلکه لانه سال گذشته قوش را اشغال کرده است و اکنون در آن 4 جوجه دارد. چرا باید نیرو و وقتش را صرف ساختن لانه کند در حالی که میتواند گوشه‌ای قوز کند و بنشیند؟ و درست مثل قوشها اینجا هم جغد نر و کوچکتر است که برای خانواده غذا می آورد. جغد ماده می‌خواهد کسی برایش غذا بیاورد تا او بتواند به جوجه ها غذا بدهد. و در اینجا هم مثل خانواده قوش‌ها این حیوان ماده است که جغد نر را اداره می‌کند. تنها کاری که جغد نر می‌تواند بکند تماشا کردن است. جغد ماده چشمان بسیار تأثیرگذاری دارد و شما حق دارید فکر کنید که او با عشق و علاقه بسیار به بچه‌هایش نگاه می‌کند. پاییز با رنگ‌های زیبا و میوه‌های انگوری رسیده ورودش را اعلام می‌کند. ای وای، این یکی افتاد. به این طریق است که پرندگان دانه ها را پراکنده می کنند. در پایان ماه سپتامبر وقتی هوا تاریک می شود صدای غرش بلندی به گوش می رسد. این صدای گوزن سرخ رنگ است.
این صدا با فضای کاملا جادویی جنگل را پر می کند. تصویربردار با کار دشواری مواجه می شود. گوزن‌های ماده به خصوص خیلی محتاط می شوند. ناگهان یک گوزن پدیدار می شود. او کاملا در حالت آماده باش است. آرنه در جایش میخکوب می شود. چند گوزن دیگر هم که در آن نزدیکی هستند شروع به غرش می کنند. گوزن ما نمی تواند آنها را به حال خود رها کند. چه کسی جرأت دارد موقعیت او را مورد تهدید قرار دهد؟ رایحه‌ای که گوزن‌های ماده از خود روی کف جنگل بر جای گذاشتند اغوا کننده است. او با برجای گذاشتن بوی خود روی درخت حضورش را اعلام می کند. یک گوزن در اوج شور و هیجان جان سالم به در نبرده و یک جیجاق از جسد او به عنوان برج دیدبانی استفاده می کند. جیجاق حیوان حیله‌گری است، یک فرصت طلب واقعی. حالا که این همه غذا در اینجا هست، چرا باید به دنبال دانه بگردد؟ در نبردی بر سر تصاحب گوزن مرده، او مهارت‌های خود را به نمایش می‌گذارد. یک قرقی در آن نزدیکی فرود آمده است. تخصص او معمولاً شکار مرغان نغمه‌سرای کوچک است، اما اگر بتواند جیجاق را شکار کند، نه نمیگوید. کمین کردن بیفایده است. جیجاق فرار نمی کند، بلکه تصمیم میگیرد با حریف درگیر شود. حمله پشت سر حمله، اما جیجاق از خودش دفاع می کند و این کار مسلماً بهتر از فرار است. او حریف را تهدید به تلافی و انتقام جویی می کند و با پهن کردن بالهایش خودش را پف می کند. دیگر کافی است. زمستان در اینجا بسیار سرد است. غذا کمیاب است و اکثر حیوانات باید از ذخیره چربی خود استفاده کرده در مصرف انرژی صرفه جویی کنند. برعکس پرندگان که در فصل پاییز به طرف جنوب مهاجرت می کنند، آنها راهکارهای خاصی برای زنده ماندن ابداع کردند. اگرچه روزهایی هست که هیچ کس نباید خطر کند، باز هم بسیاری از حیوانات در اینجا می مانند. شرایط بسیار ناسازگار و دشوار است. برف و یخ است و غذا هم زیاد نیست. گوزن‌های شمالی اغلب در دسته‌های کوچک به یکدیگر می‌چسبند.
آنها برای بقا در زمستان تخصص پیدا کردند. این حیوانات می توانند با خوردن پوست و شاخه‌های نازک درختان زنده بمانند، اما یک گوزن به روزی حدود 15 کیلو غذا احتیاج دارد. در ضمن زمستان روزهای سرد و آفتابی زیبایی هم دارد. و مناظر خاص و دلانگیزی می آفریند. در مه یخزده، قوها بر بستر رودخانه چیزهایی را که قابل خوردن باشند پیدا می کنند. آنها در زمستان بیشتر به سمت جنوب که آب روان وجود دارد می روند. روباه در پیدا کردن طعمه با مشکل مواجه می شود. عقاب از برج دیدبانی خود در جستجوی غذاست، چون با فرارسیدن بهار طعمه‌های جدید پدیدار می شوند. مسکرات کوچک از تیره سگ آبی است و می تواند غذای خوبی باشد. در سال 1905 یک شاهزاده بوهمیایی طی شکاری در کانادا چند مسکرات را با خود به همراه آورد و این حیوانات از آنجا در قسمت‌های بزرگی از اروپا و آسیا پخش شدند. این جانور وقتی می‌خواهد از دست یک حیوان وحشی و شکارچی پنهان شود یا برای خوردن غذا در آب شیرجه می‌زند، می‌تواند تا حدود 17 دقیقه زیر آب بماند. یک پرنده مورد علاقه عقاب مرده است. امیدواریم با غرغره ما یا همان پادشاه قصر نباشد که یک عقاب طلایی او را کشته است. آب و هوای ماه آوریل در اینجا متغیر است. ممکن است دوباره ناگهان برف ببارد. پادشاه در بالای تپه‌اش از سرمای زمستان جان سالم به در برده. اما چه مدت میتواند تاج و تخت خود را حفظ کند؟ او هنوز می‌داند اوضاع چگونه است. مرغ 4 هفته در لانه می‌ماند و بعد جوجه ها از تخم بیرون می‌آیند. یک گروه جوجه باید مورد حفاظت و تعلیم قرار بگیرند. مرغ مادر به جوجه ها غذا نمی‌دهد، بلکه آنها باید پس از 1-2 روز برای خودشان غذا پیدا کنند. البته مرغ از نزدیک مراقب آنهاست. یک نسل جدید در آستانه دنیای جدید خود می ایستد، در حالی که انبوهی از مشکلات این دنیا انتظارشان را می کشد. پیدا کردن غذا، جان سالم به در بردن از سرمای زمستان و دوری کردن از دشمنان. در این شمالی ترین قسمت های اروپا، جایی که روند زندگی حیوانات باید از تغییرات شدید فصول پیروی کند، داستان‌های مسحور کننده بسیاری وجود دارد که می‌توان از سواحل و کوهستان‌ها و همینطور نقاط مرتفع در شمال قطبی بازگو کرد. اینجا حیات وحش سرشار از زندگی است.